به یه شبگردی دیگه با فری خوش اومدی. امشب قراره تو خیابون گلسار رشت قدم بزنیم. جایی پر از نور، زندگی و اتفاقات شیرین. دستتو بده به من، بزن بریم وسط دل شب گلسار. از میدون صابرین راه میافتیم، جایی که نسیم خنک صورتمون رو نوازش میکنه و حال و هواش دلغری میکنه.
چند قدم که میریم جلو، وای، یه نوازنده جوان هنگ درام با اون آهنگ‌های خاصش دل شب و جادو کرده. شنیدی ضرب آهنگو؟ مثلا تا 5 سال تمام میزنی. ادامه میدیم. خیابون زنده است، کافه ها شلوغن، مردم خوشحال و خندون. وایسا ببین،
یه نوازنده هنگدرام دیگه. این یکی یه پسر جوونه، غرق ضرب آهنگشه. تو دلت نمیخواد یه تکونکی بخوری؟
یکم دیگه راه میرم تا ابتدای بلوار گیلان. نورها، اون آرامش قشنگ، زمزمه شب. بعدش آروم آروم برمیگردم. هنوزم غرق موزیک و خنده ها و جذابیت شبونه گلسارم. همونه دارم خیلی دوست دارم بیام، خیلی یه گریه ببرید. حالا دیگه اوضاع داره داغ‌تر میشه. نزدیک مرکز خرید گلسار رسیدم و اوه یه گروه 3 نفره دارن اجرا میکنن. گیتار، کاخون و یه صدای قشنگ. انگار آهنگ یه رویاست. یا شاید شروع یه داستان عاشقانه توی خیابون.
ساینا داره. خاطره چیزه بود. آدمایی از ببینم دارم
یادم بده پروازمون دستان دلم با رفتنه دنیاشو از دست بیا بازم بذار با هم بمونیم ما همیشه برم پیشه تو بدیره یه بی تو نمیشه بیا تا دلم و ببار بازم یادم بده پرواز بیا تا دلخوشیم بازم کنار تو بشه آرام بشه آرام بیا بی تو من از این زندگی سیرم نمیدونی دارم این گوشه میمیرم بیا یادم بده پروازمو دستات دلم با رفتنه دنیاشو از دستات بیا بی تو من از این زندگی سیرم نمیدونی دارم این گوشه میمیرم بیا یادم بده پروازمو دستات دلم با رفتنه دنیاشو از دستات سلام متشکرم باز برای من از این کار. من به دنیا شکر یادم اون موقع بانه میرفتی نوعشو دارم. مرسی که امشب با هم قدم زدی. اگه قلبت یکم تندتر میزنه، خب این همون جادوی گلساره. یادت نره لایک و سابسکرایب کنی و بازم بیای. تا اون موقع روحت کنجکاو و پاهات همیشه در حال حرکت باشه.